اگه حس میکنی که همسر یا پارتنرت توی رابطه سرد شده و میل جنسیش کم شده، راهکارهایی که توی این ویدیو یادت میدم رو حتما اجرا کن تا میل جنسی خانم انفجاری بالا بره. خیلی از آقایون از سرد مزاجی خانم هاشون شکایت دارن ولی نمیدونن که ممکنه علت این سرد مزاجی خودشون باشن. توی این ویدیو با هم علتهای کاهش میل جنسی خانم ها رو بررسی میکنیم و در آخر چند تا راهکار خوب یادتون میدم که با اجرا کردنشون از این به بعد این خانمه که پیشنهاد شروع رابطه جنسی رو میده. کاهش میل جنسی در خانم ها ممکنه علتهای زیادی داشته باشه که یکی از اونها تغییرات هورمونی در خانم هاست. خانم ها معمولاً قبل از پریودشون توی دوران شیردهی و در دوران یائسگی هورمون هاشون به هم میریزه و همین باعث کاهش میل جنسیشون میشه. مورد بعدی مشکلات روانشناختی مثل افسردگی و اضطرابه. پس مود روحی خانم روی میل جنسیش خیلی تاثیر میذاره. حواستون باشه کاری نکنید که ناراحت یا عصبی بشه و استرس بگیره، چون در این صورت دیگه تمایلی به برقراری رابطه جنسی نداره. برعکس آقایون که حتی بلافاصله بعد از دعوا میتونن رابطه داشته باشن ولی خانم ها اینطور نیستن. مصرف بعضی داروها هم میتونه میل جنسی رو کم کنه، مثل داروهای ضد افسردگی و برخی داروهای ضد درد و کاهنده کلسترول. گاهی اوقات هم علت بیمیلی خانم ها بعضی از مشکلات آقایونه، مثل اختلال در نعوذ یا زود انزالی. احساس رضایتمندی خانم از زندگیش خیلی مهمه. اگه خانمی از نظر مالی یا عاطفی از سمت همسرش حمایت نشه، روز به روز میل جنسیش کمتر و کمتر میشه. بعضی وقتا فشار سختی‌های زندگی مشترک مثل بچه‌داری و خانه‌داری و کار در بیرون از منزل اگه به تنهایی و بدون حمایت آقا باشه کم کم باعث سرد شدن خانم میشه. نذارید که خانم حس کنه توی مشکلات تنهاست و ازش حمایت کنید. یکی دیگه از علتها که خیلی مهمه یک نواختی و کسل کننده شدن رابطه جنسیه. و اگه خانم در رابطه های قبلی به ارگاسم نمی رسیده و لذت نمی برده، خب خیلی طبیعیه که دیگه میلی به برقراری رابطه نداشته باشه. پس آقایون باید توی روابطشون تنوع بدن و براشون مهم باشه که علاوه بر خودشون آیا پارتنرشون هم ارضا میشه و به ارگاسم میرسه یا نه. بعضی از خانم ها هم هستن به خاطر نداشتن اعتماد به نفس نسبت به اندام یا عملکردشون در رابطه جنسی میلی به رابطه ندارن که اینجا تعریف و تمجید کردن آقایون از پارتنرشون خیلی به افزایش اعتماد به نفس و به دنبالش افزایش میل جنسی خانم کمک میکنه. کارهایی که آقایون میتونن انجام بدن تا به افزایش میل جنسی پارتنرشون کمک کنن شامل این موارد میشه. آقایون لطفاً سعی کنید رفتار خوبی با همسرتون داشته باشید. مهربون باشید، علاقتون رو نشون بدید و گاهی بهش بگید که چقدر دوستش دارید و براش هدیه بخرید. توی کارهای خونه هرچند کم سعی کنید کمک کنید. اگه بچه دارید ساعت‌های از روز مسئولیت بچه رو شما به عهده بگیرید و به همسرتون بگید که استراحت کنه. حواستون به نیازهای مالی همسرتون باشه و نذارید دغدغه مالی داشته باشه. قبل از رابطه جنسی حتما به همسرتون بگید و زمانش رو از قبل مشخص کنید، چون اکثر خانم ها از رابطه یهویی خوششون نمیاد و قبل شروع رابطه هم حتما معاشقه و پیشنوازی داشته باشید تا خانم آماده ی رابطه بشه و در طول رابطه هم به ارگاسم رسوندن خانم براتون مهم باشه و در آخر رابطه به خاطر حس خوبی که به شما داده ازش تشکر کنید. اینجوری بهش حس ارزشمندی میدید. خانم ها نیاز به گفتگو و صحبت کردن دارن. پس حتما این فرصت رو به پارتنرت بده و به حرفاش گوش کن. این باعث میشه که ذهنش و فکرش آروم بشه و در نتیجه میل جنسی افزایش پیدا میکنه. قبل از اینکه به وظایف خانم ها برسیم لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. خانم هایی که حس میکنن میل جنسیشون کم شده
باید یکم لایف استایل یا سبک زندگیشون رو تغییر بدن. مثلا شبها زودتر بخوابید و خواب کافی داشته باشید. ورزش کنید، مدیتیشن کنید، استرستون رو کنترل کنید، قند و شکر و فست فود رو از زندگیتون حذف کنید و از مواد غذایی که میل جنسی رو زیاد میکنن استفاده کنید. این مواد غذایی شامل خرما، موز، کرفس، فلفل و دارچین، عسل، آووکادو، شکلات تلخ، تخم کدو، انگور قرمز و چغندره. خانم‌های عزیز، به خودتون حس خوبی داشته باشید. خودتون و بدنتون رو دوست داشته باشید. عزت نفستون رو تقویت کنید و اگه تنهایی از پسش بر نمیایید میتونید از یه تراپیست کمک بگیرید. اگه موقع رابطه احساس خشکی واژن داشتید میتونید از لوبریکانت های برپایه آب استفاده کنید و اگه موقع رابطه درد داشتید حتما به یک ماما برای معاینه واژینال مراجعه کنید، چون بعضی وقتها علت کم شدن میل جنسی خانم ها اینه که موقع رابطه درد دارن و اذیت میشن که علتش باید بررسی بشه. خانم ها لطفاً سالیانه چکاپ بشید و آزمایش بدید. ممکنه علت بیمیلیتون مشکل تیروئید یا دیابت باشه. یک سری داروها هم هستن که به افزایش میل جنسی خانم کمک میکنن. من اسم داروها رو اینجا بهتون میگم ولی حتما با مشورت پزشک استفاده کنید. این داروها شامل مکمل روی، جنسینگ، ماکاویت، دامینست و لیبیدوفم هست. ماساژ جنسی با قطره گل سرخ هم میل جنسی رو زیاد میکنه. البته به صورت خوراکی هم استفاده میشه.